یادگیری اتوکد برای من از زمان دانشجویی آغاز شد. زمانی که برای اولین بار حتی اسمش رو شنیدم. تقریبا اوایل دهه 80 بود، چیزی حدود 20 سال پیش. اگر آشنایی چندانی با اتوکد ندارید، باید بگم نرم‌افزار مادر برای ترسیم در رشته‌های مختلف طراحی. سلام، من توکلی ام از کانال باقر کامپیوتر. داخل این کانال میخوام تجربیات و دانش تقریبا 2 دهه کار با اتوکد رو در اختیار شما هنرجویان عزیز قرار بدم و در هر سطح و در هر رشته‌ای که هستین از پایه و با جزئیات کاربردی بهتون آموزش بدم. قبل از هر چیزی خیلی ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب و علامت زنگم بزنید تا از آخرین ویدیوهایی که براتون آپلود میکنم بیخبر نمونید. برای کسانی که هیچ ایده اولیه از این برنامه ندارن یا حتی کسانی که شاید صرفا فقط نام اون رو شنیدن، باید بگم که اتوکد یک برنامه طراحی با کامپیوتره. نرم‌افزار اتوکد یکی از مهمترین و پرکاربردترین نرم‌افزارهای طراحی 2 بعدی و حتی میتونم بگم در مواقعی 3 بعدیه. در واقع وجود عبارت کد در نام این نرم‌افزار مخففی است از عبارت کامپیوتر ادد دیزاین به معنی طراحی به کمک نرم‌افزار. به زبان ساده بگم، به جای اینکه شما یک شی رو با خطکش یا دست بکشید، با اتوکد همونو به صورت دقیق و سریع با رایانه ترسیم میکنید. اسم کد به خوبی معنی و مفهوم این نرم‌افزار نشون میده. اتوکد یعنی طراحی به کمک کامپیوتر که توسط شرکت توسعه دهنده نرم‌افزار یعنی اتودسک طراحی و منتشر شده و یکی از مشهورترین برنامه‌های تولید شده توسط اتودسک هستش و این شرکت اتوکد رو به عنوان یک از بهترین نرم‌افزارهای خودش میدونه و بسیار هم برای مهندسین کاربردیه. اتوکد برای اولین بار در سال 1982 توسط شرکت اتودسک به بازار ارائه شد و از اون سال به بعد نسخه‌های متعددی به دنیا معرفی شده که هر یک دارای قابلیت‌های جدیدیه. اتوکد به سرعت بعد از رونمایی از اولین نسخه به یکی از محبوب‌ترین و کاربردترین نرم‌افزارهای گرافیکی کامپیوتری در جهان بدل شد. از قابلیت‌های اتوکد به صورت کلی که موارد زیادی هم هستن به چند مورد اشاره می‌کنم. به مهندسان این اجازه رو میده طرح سازه‌های 2 بعدی و 3 بعدی رو ترسیم کنه که این مورد از قابلیت‌های مهم اتوکد به حساب میاد. در کنار این مورد امکان ترسیم همزمان طرح‌های متعدد و ویرایش مجدد اونها در کمترین زمان ممکن قابلیت دیگه‌ای که اتوکد در اختیار کاربران قرار میده. طراحان با استفاده از این برنامه میتونن با سرعتی بالا و از همه مهمتر با دقت زیاد طرح‌های خودشون رو ارائه دن. سرعت بالا و دقت زیاد چیزی که یک طراح به اون نیاز داره. با توجه به رشته کاری و میزان استفاده از اتوکد، فضای ذخیره‌سازی ابری هستش که در اختیار شما قرار میده و این امکان رو به وجود میاره که در کمترین زمان ممکن به ترسیماتتون دسترسی داشته باشید. از قابلیت اتوکد که بگذریم، این برنامه دارای ابزارهای مختلفی که برخی از این ابزارها از نسخه‌های قدیمی تا جدیدترین آنها وجود دارند و بعضی از این قابلیت‌ها در نسخه‌های جدید به این برنامه اضافه شدند که ما سعی داریم در این کانال تا حدی ممکن با بسیاری از این ابزارها شما را آشنا کنیم تا بتونید وارد بازار کار بشین و کسب درآمد کنید. از این برنامه در صنعت و در حوزه‌های مختلف استفاده میشه. شغلایی که از قابلیت‌های اتوکد در زمینه‌های تخصصی خودشون بهره میبرن میشه به مهندسان برق، مهندسان مکانیک و طراحان ماشین‌آلات صنعتی، طراحان مد و طراحان لباس، طراحان گرافیک، طراحان صحنه، طراحانی که کار پیش‌نویس فرآیند تولید را انجام میدن، طراحان حوزه هوانوردی. اما به صورت کلی میتونم بگم که بیشترین گروهایی که از این برنامه استفاده میکنن طراحان داخلی و معماران و طراحان صنعتی در محیط 2 بعدی هستش. در طراحی داخلی معمولا در پروژه‌ها طراحان حرفه‌ای از یک نرم‌افزار تخصصی در پروژه‌های خودشون استفاده میکنن. یک طراح داخلی از شروع کار برای طراحی سقف‌ها، دیوارها، ستونها، رنگ‌آمیزی، فضای آشپزخانه، نورپردازی و مواردی از این قبیل کارها از برنامه اتوکد استفاده میکنن. یکی از حوزه‌های تخصصی که به صورت کاملا حرفی از اتوکد استفاده میکنن
رشته‌های مختلف مهندسی هستش. مهندسان مکانیک یکی از بزرگترین گروه‌هایی هستند که از اتوکاد استفاده می‌کنند. مهندسان طراحی ماشین‌آلات صنعتی و طراحان خط تولید و غیره به صورت گسترده از اتوکاد استفاده می‌کنند. مهندسان حوزه صنعت برای ترسیم طرح اولیه از سوپاپ‌ها، موتورهای ماشین‌آلات صنعتی، طراحی قطعات از این برنامه استفاده می‌کنند. یک طراح هنگام ترسیم با اتوکاد به چند فاکتور مهم که در اختیارشون هست استفاده می‌کنه: سرعت، دقت بالا، حرفه‌ای بودن و برتری نسبت به رقبا. طراح میتونه با بهره‌گیری از این مزیت‌ها به صورت موفق‌تر نظر مشتریان رو جلب کنه و آنها در خصوص طراحی خود قانع کنه. همین موارد باعث شده که اتوکاد با فاصله بسیار زیاد نسبت به رقبای خود در مقام اول در محیط دوبودی بایسته. شاید بسیاری بر این باور باشند که نرم‌افزاری مثل سالید ورکس یک رقیب جدی برای اتوکاد باشه. باید بگم بله، سالید هم مثل اتوکاد دارای محیط دوبودی و سه‌بعدی هستش که در محیط سه‌بعدی با کمک ابزارهایی که داره واقعا بدون هیچ حرف و حدیثی طرفداران زیادی تونسته به خود جلب کنه. نه تنها بسیار قدرتمند هستش، دارای یک محیط کاربری بسیار زیبایی که کار کردن با اون لذت بخش میکنه و نسبت به اتوکاد سه‌بعدی هم قوی تره. اینو باید بگم. اتودسک یک نرم‌افزار بسیار قدرتمند دیگه به نام اتوکاد مکانیکال داره که در دوبعدی و هم در سه‌بعدی ها بسیار قدرتمنده و نرم‌افزار تخصصی خود بنده در محیط سه‌بعدی هم هست. و نرم‌افزار بعدی که میخوام اسم ببرم کاتیا هستش که تولید شرکت فرانسوی داسو سیستم هستش که برای اولین بار برای توسعه یک جت جنگنده به نام میراژ استفاده شد و بعدها کم کم پایش به خیلی از شرکت‌های بزرگ و کوچیک باز شد. کاتیا قابلیت نرم‌افزاری مبنی بر طراحی به کمک کامپیوتر کرد، مهندسی به کمک کامپیوتر و ساخت به کمک کامپیوتر کم رو با هم ادغام میکنه. ابزارهای قدرتمند و دقیق کاتیا اونو به بهترین برای مهندسین صنعتی و اونایی که در طراحی بدنی هواپیماها و خودروها مشغول هستند تبدیل کرده و من به مهندسین صنعتی و اون دسته از عزیزانی که میخوان در حوزه طراحی صنعتی پیشرفت کنن حتما یکی از این دو نرم‌افزار رو یاد بگیرن. و در ضمن تا یادم نرفته سالید و کاتیا محصول یک شرکت فرانسوی داسو سیستم هستن و برای معماران هم من روید و تیدی مکس و همین اتوکاد رو پیشنهاد میدم فرا بگیرن. اما با این حال در دنیای دوبعدی این اتوکاده که تونسته همه رقیبا رو کنار بزنه. دلیلش هم کامل بودن ابزارهای ترسیمه و هم جامع بودن برای تمامی رشته‌ها که با طراحی سر و کار دارن. میتونن بیان و از کد استفاده کنن و سرعت بالا، دقت فوق‌العاده زیاد و ویرایش سریع و بدون نیاز به یک سیستم قوی و هماهنگی با بسیاری از برنامه‌های گرافیکی سه‌بعدی مثل تیدی مکس هستش. وقتی محیط دوبعدی کد یاد گرفتین، یادگیری برنامه‌های سه‌بعدی مثل تیدی مکس راحت‌تره. البته این تجربه شخصی خودم هستش. شاید برای بعضی‌ها این تصور رو نداشته باشن. البته شرکت اتودسک دارای محصولات زیادی در زمینه گرافیکه که مشهورترین اونها میتونم مایا، تیدی مکس، اتوکاد مکانیکال و اتوکاد رو نام ببرم. و در کلام آخر اتوکاد در هر رشته‌ای که هستین یاد بگیرید، چون اتوکاد قدیمی نشده و استاندارد نظام مهندسی بر پایه نقشه‌های کد هستش و اینجا جایی که میتونی به خوبی یک کدکار حرفه‌ای بشی. خیلی ممنون که ما تا این لحظه همراهی کردید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدارتون.